درود بر شما بیننده‌های عزیز. باز هم آغاز میکنیم برنامه ذهنی پرسجو را با پرسش‌های سریراهی. اما امروز تنها با دانشجویان دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو صحبت خواهیم کرد که از درس‌های امروزه خود چی برداشت کردند، کدام فن‌ها را امروز آموختند و کدام نقطه‌های مهم آموزگاران که امروز با آنها درس گذاشتند برایشان مهم بود و در یاد آنها نقش بست. همچنین دو سوال فنی نیز داریم. بیاید یکجا پرسش میگذاریم که آنها امروز چگونه درس رفتند و درس خود چگونه انجام دادند. آغاز میکنیم. ما از تلویزیون خدمت خودتان معرفی میکنیم. من سید اکرم بهروز، دانشجوی کورس یک دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو. می‌بینیم که از درس برگشته تلکه. بله. امروز چگونه بود جریان درس ها؟ جریان درس خیلی خوب بود، چون که با من فنها از آن آموختن معقول است و امروز همچون یک روز خوب من درس‌هایم را خوب خواندم و با همراهی استادا یک مشق کردیم، یک سوال جواب تجربه گذراندیم، برای که امروز فنهای معقول من بودن برای از همه سال. کدام فن را؟ ماتماتیکا بود؟ ماتماتیکا اینجا بود، اینجا آنالیز ماتماتیکی بود و اخیراً ساعت درسمون ساعت تربیت با همراهی کوراتورمون یعنی آموزگارمون یک سوال جواب فنی کردیم بین خودمون و دیگر مسائل‌های درسی رو گذاشتیم. یعنی پس بالا شما در فاکولته فیزیک ماتماتیکا تحصیل میکنید. خیلی خوب. یعنی آینده آموزگاری فنی ماتماتیکا و اینفرماتیک آموزگار. کدام نقطه‌های مهم بودن که از زبان استادتون شنیدید و در یاد شما نقش بست؟ نقطه‌های مهم از همه خوب اینجا از فن ماتماتیکا گذاشتیم، یعنی عددهای پای در پای که مثال میگذاریم و یعنی با فرمولاشون ax کوادرات پلس bx برابر یعنی با فرمولای معادله کوادراتی یعنی که دیسکریمینانت یعنی که دیسکریمینانت برابر b کوادرات مینوس 4 ضرب a ضرب s میشه. و از همینجا ما خیلی چیزها رو آموختیم و مشقایی که امروز ما آموختیم برای خودمون خیلی چیزا فهمیدیم که یعنی که اول خیلی که میگوین دانی اگر قاعده بینی فقط فایده، یعنی اول مفهومی درس اول آموختیم بعد مثال حل کردیم، یعنی خیلی چیزها رو امروز برای خود یاد گرفتیم. مثال برای آینده که یعنی که وقتی که آموزگار کشیدیم و درسی رفتیم مثال برای شاگردان خود یگان چیز نو رو باید یاد گرفتیم. بله. یعنی که امروز برداشت‌های خیلی خوب هم داشتید از درس‌های امروزه. این هفته چگونه گذشت؟ این هفته اصلا با هر هفته‌های عادی اما امروز این هفته رو خیال میکنم که خیلی هفته بهتری می‌گذریم، چون که با درس ها یعنی چند قایی که شوق و ذوق زیاد بستن گرفتم همون قدر فنها با من مخکول شده ایستادم، آموخته ایستادم و کوشش میکنم که در درجه اول باشم. به یگان سبب زندگی کردن نمیشه. وقتی که انسان تولد میشه با یگان مقصد یا یگان چیز برای یگان پیشروی پیشروی کردن یا که در ساحه خودش باشه فرق ندارد. اساس انسان چند قدر که آموزد برای خودش میآموزد، برای یگان کسی دیگه، یعنی کوشش کردن در کار که برای آینده خود بهتر شدن و سویه دانش و دیگر چیزهایی که با آدم خودش انسانی خودش تعلق دارد بیشتر کردن است. خیلی خوب. شما هم یک دانشجو که امروز درس می‌آموزید و گفتید بسیار نقطه‌های مهمی بود که از آموزگار فن ماتماتیکا آموختم. به اندیشه شما آن نقطه‌های مهمی که آموزگار میگه چگونه باید باشد، با کدام اصول باشد که در یاد دانشجو طالب علم نقش بندد؟ اساس اینجا وابسته از آدم اولین درجه از آدم خودش هست، یعنی آدم که بی‌پروایی که نکرده مثال کوشش کرد که در درس ها گوش کند، اینجا میشود که طلبه یا که دانشجو خودش یاد میگیرد. در اینجا استاد رول اساسی را میبازد که با شاگردانش درس میده. خیلی که میگویند استاد با مثل شمع از دیگران روشنی خودش میسوزد و با دیگران روشنی میدهد. یعنی دانشجو چند قید که با درس ها گوش کرد و اهمیت داد و در بین کلکتیو کار کرد و سوال جواب کوشش کرد، اینجا خودش یاد میگیره. همون قدر گفته‌های سویه بسیار یاد میگیره و بی‌پروایی که کرد از همه عقب مانده میشه. برای همین من کوشش میکنم که بین کلکتیو بین همکورس‌ها سوال جواب بسیار کرده و سویه دانش خود رو بلند کنه. بهترین همونگونه که شما گفتید ماندگار بود و در یاد شما نقش بست. خدا کند که همین گونه باشد درس، چون هدف از رفتن دانشجو به دانشگاه نیست، همین است که چیزی آموزد و در آینده با او به کار بیاید. بیاید یک دو سوال دیگر داریم. دانش‌های فنی خودتان را بسنجید. درباره نویسنده ناصر خسرو چی می‌دانید؟ چون دانشگاه به نام این شاعر خسرو راستی گپ نه اونقدر بسیار چیز بدونم، اما من وقتی مکتبیم رو در
фанҳои забону адабиёт он қадар شما بیشتر با فن‌های دقیق رو آوردید. техникию технологияда бисёр шавқ дорам. Физика, информатика. من از درس‌های فنی دوره مکتبی هست. عقیده هست که ناصر خسرو در ناحیه قبادیان امروزه تولد یافته است. با این گفته شما باوری دارید یا نه؟ бинобар сабабе ки саволро намедонам ҷавоб гуфта ҳеҷ намедонам. шояд ки оз ман ҷавоб гӯям нодуруст бошад. اثرهای بسیار معروف داره. یک تاش سفرنامه اگر شنیده باشید هست، اگر خوانده бошед. сафарнома шунавидагӣ ҳастам. дар вақти мактабӣ устод мегуфт сафарнома, рӯшноинома ва дигарҳо ҳастанд ки мисол саодатномае ҳастанд ки ба вақти эҷодкориашон мисол барои чӣ, яъне барои худаш як мерос мондааст барои дигарон ки омӯзанду китобҳояшро ба нашр бардоранду ва барои дигарон ҳам як эҷоди хуб бошад ки аз ҳаёти адабӣ мебошад. بهترین درباره تاریخ باختر چی می‌دونید؟ таърихи бохтар شما قلعه بیبی خانم دیدید در مرکز شهر در نزد هیکل اسماعیل سامانی، رو بروی هیکل اسماعیل سامانی قلعه بسیار معروفی بیبی خانم و تاریخ بسیار خوب، روایت‌های بسیار زیبا نیست در این زمینه گفته شده است در تاریخ. شما درباره این قلعه چی می‌دونید؟ шояд шунавидагӣ бошам аммо он қадар хуб تپه قرغان دیگه قلعه بیبی خانم. шояд дида شما бошам. باره برای تماشا داخل این قلعه نشده؟ نه و اطرافش نگذشته؟ نه افسوس. بنده با مرجانه خانوان نازنین. شما یکون تحصیل میکنید؟ برای دانشجوی کورس دیوم تاریخ و حقوق. این مسا جریان درس ها چگونه است؟ جریان درس ها بسیار خوب میگذرد. کدام نقطه های مهمی بودن مثلا از درس ها که در یاد شما ماند؟ یا من از درس های این هفته چی برداشت کرده شما؟ چی چیز به خود گرفته؟ چی چیز آموخته؟ جریان درس های امروزها خوب میگذرد. بسیاری درس ما شوق‌ها رو من میگذرد. این سال در این هفته شما کدام فنها را بیشتر خونده؟ این هفته فن‌های تاریخ خلق تاجیک، گیوگرافیا، تاریخ عمومی، تاریخ عصرهای میانه، تاریخ دولت‌های مملکت‌های عرب. این سمستر همین قفل میخونم. شما در فاکولته تاریخ و حقوق هستید. خیلی خوب. بیاید یک دانشجوی فنی خودتون را بسنجید. شما درباره تاریخ باختر چی میدونید؟ و یا اینکه یک قلعه بسیار شناخته هست بیبی خانم چی میدونید درباره همین قلعه؟ شما چون گفتید که تاریخ و این هفته نیز درس تاریخ خوندید. در کجا جای گرفت؟ اون قدر معلوماتی پورا ندارم. اون من هر چیزی که میدونید. درباره تپه قرغان های دانم. یک سوال دیگه. شما گفتید در دانشگاه دولتی باختر با نام ناصر خسرو تحصیل میکنید. با اندیشه شما ناصر خسرو کی بود؟ شاعر و متفکر خلق تاجیک که در شما چی میدونید درباره ناصر خسرو؟ شاعر، نویسنده، مقاله نویس، دانشمند بسیار معروفی تاجیک. و بگید که در کجا تولد شده است؟ من دربارش چی معلوماتی دارید؟ چون معلومات درباره در قبادیان به دنیا آمده است. در ناحیه قبادیان امروزه تولد شده است. کدام اثراش میدونید؟ سفرنامه ناصر خسرو، روشناینامه، کتاب معروف هم دارد سفرنامه. میدونید درباره این اثر؟ متاسفانه سلامت باشید. برای شما سپاس. کجا تحصیل میکنید؟ ناصر خسرو، دانشگاه ناصر خسرو. کدام فاکولته؟ خیمیا بیولوژی. در فاکولته خیمیا بیولوژی تحصیل میکنید. امروز جریان درس ها چگونه بود؟ چی درس ها چی فنها را خواندید؟ جریان درس خوب بود. در کدام اختصاص شما تحصیل میکنید؟ از روی رویه کدام اختصاص؟ اختصاصی بیولوژی، اکولوژی، فاکولته خیمیا بیولوژی. کورس 3. امروز کدام فنها را خواندید شما؟ تعلیمات بیوسری، شیمیای حیاتی، بعد حفظ طبیعت. من از همین فنها چی برداشت کرده؟ چی چیزای الهوایی آموختید امروز؟ من چیزی که در درس ها فهموندم قریب همشه به خود مثلا چی را؟ درباره حفظ طبیعت، یعنی طبیعت خیلی محافظت کردن. تعلیمات بیوسری، یعنی بیوسری، تعلیمات درباره بیوسری، حیات
بیوسفر رو چی کردن محافظت کردن یعنی بیوسفر قبطه بیوسفر رو آموختن درباره این بیوسفر معلومات گرفتیم شما چون گفته در جریان درس‌ها بسیار خوب است کدام نقطه‌های مهمی گفته شده آموزگارانی که امروز با شما درستان در یاد شما نقش بست کدام گفته‌های ایشون چی خیلی باید همین طبیعت حفظ کردن در کار چی خیلی امین داشتن در کار تازگی را رعایت کردن در کار معلوماتی بیشتر داده تازگی را رعایت کنیم و کبودیزاری و درخشنانی رو صفحه زیاد کنیم برای این با محیط اطراف و با تازگی اکولوژی بسیار سهم بارز هم میگذارد خیلی خوب بیاید یک دانش فنی خودتون بسنجید شما این حال چون از درس برگشتید فکر میکنم وقت هم دارید شما گفتید در دانشگاه دولتی با نام ناصر خسرو تحصیل میکنم عموما درباره ناصر خسرو چی میدونید ناصر خسرو سال 1004 تولد شده 1088 وفات کرده از قبادیان میشه یعنی که در ناحیه قبادیان تولد یافته است خود ناصر خسرو دانشگاه ناصر خسرو با خود همین شخص نامگذاری کرده شده خیلی خوب باز چی میدونید درباره ایجادیات این شاعر درباره کلور ایجادیاتش غزلیاتش یا من اثرهایی که ایجاد کردن درباره آن چی میدونید یک اثر بسیار معروف هم دارد که از جریان سفرهای خود آن نوشته است کدام است جریان سفرنامه را نوشته ناصر خسرو اولین اثر مشهورش همین سفرنامه که در طول چند تقریبا از جریان سفرهایی که کرده است از همون برداشت رو کرده در شکل کتاب کرده است خیلی باز اثرهای بسیار خوب دارد و فکر میکنم دانستن معلومات درباره این شاعر برای دانشجویان حتمی است چون دانشگاه به نام این شاعر است باز دارد روشنایی‌نامه باز دارد سعادتنامه بسیار اثرهای خوب هم هست خب یک سوال دیگر دیم ممکن است ما قرار داریم در شهر باختر و استقامت کننده همین شهر هستیم از تاریخ باختر چی میدونید سابق قرغان تپه خلای بیبی خانم چی میدونید درباره این قلعه خلای بیبی خانم یعنی خود هم قرغان تپه از همین قلعه گرفته شده است که همین قلعه خود قلعه یعنی آدم ها ساخته است خود که شنیدیم که از همین وادی وقت که است خود که همون رو جمعواره کرده قلعه رو ساختن در خود همون قلعه اول شاه میسته هنگامی کسی که شاه رو کسی که خود همون شاه رو خبرگیری می اومدن دست خالی نمی اومدن یک کوزه خوکی رو گرفته خبر می گرفتن خوک رو به همون جو ریخته بر می گشتن خبری خیلی خوب حالا شما سپاس میگیم تشکر که صحبت کردید زنده باشید آمد باشید سلام خودتون معرفی میکردید نامتون مسلمان نام شما جمعه مسلمان شما میبینیم که از دست برگشتید کجا تحصیل میکنید در ناصر خسرو در دانشگاه دولتی با نام ناصر خسرو شما مرحبا در کورس چند یک شما در کورس یک جریان درس امروز چگونه بود جریان درس خوب از کدام فن‌ها درس خوندید امروز از زبان روسی باز فرهنگ شناسی ورزش از کدام فن بودن نقطه‌های مهمی که در یاد شما نقش بست از کدام فن بود مثلا کدام پهلوها از کدام حرف آموزگار کدام نقطه‌های گفته مهمی آموزگاری که امروز درس دادن به شما در یاد شما نقش بست بسیار مثلا چی همون درسش شما من از درس امروزه چی برداشت کردید یکم چیزی علاوه آموختید یا اینکه نه مثلا چی آموختید شما گفتید فرهنگ شناسی خواندید امروز درس فرهنگ شناسی مثلا بودن نقطه های مهمی که از فن فرهنگ شناسی در یاد شما نقش بست یعنی که عموما درس های شما امروز جریانی خوب داشت دانش‌های فنی خودتان بیاید یک بیسنجه دو سوال داریم شما گفتید در دانشگاه دولتی باختر با نام ناصر خسرو تحصیل میکنید لطفاً میگفتید که ناصر خسرو کی است شما از ناصر خسرو چی میدونید از ناصر خسرو
من کمک میکنم که نویسنده است باز شاعر ناصر خسرو به اندیشه شما درباره من ناصر خسرو چی میدونید شاعر نویسنده است شاعر نویسنده باز مقاله نویس و مقاله نویس دانشمندی بسیار معروفی تاجیک نیست است باز چی میدونید درباره در کجا تولد شده است امروز از کدام فنها درس خوندی فنهای انا 2 ساعت یکم زبان روسی 2 ساعت بعدش طبیعت منی چی برداشت کرده امروز از این فن انگلیسی زبان انگلیسی خیلی مقصد لکسیه بود و کمتر معلومه فهموند انا ورزش باشد مقصد آب تو بدن خواهدش کردیم کدام گفته های استاد که این هفته با شما درس گفتن در یاد شما نقش بست و آن خوب بود برای شما لازمی بود و آن نقطه ها کدام نقطه ها بودن نقطه ها مقصد ای فنی نقشه و بیزنس انا معلومون دمی بیزنس مقصد باید چی خیلی طرز تجارت با کارهای تجارتی تفاوت فهمونمون مقصد که ما امیره خوب درک کردیم بیاید یک دانش فنی خودتان بسنجید شما گفته در دانشگاه دولتی با نام ناصر خسرو تحصیل میکنید درباره ناصر خسرو چی میدونید درباره نویسنده معروفی تاجیک در اثراش راستش نخوندم بیاید یک سوال دیگر دیم درباره تاریخ شهر باختر چی میدونید تاریخ شهر بختر یکی از شهرهای زیباترین جمهوری همون به شمار میرود انا همین دانشگاه ناصر خسرو همین در جمهوری تاجیکستان یکی از دانشگاه بهترین مقصد ما درباره تپه قرغان شنیدید بیبی خانم در کجا جایگیر است در مرکزی در مرکز شهر جایگیر است چی میدونید درباره تاریخ این قلعه در برای تاریخ قلعه راستش معلومات ندارم من سیدعلی فیروز دانشجوی کورس 2 در ناصر خسرو میخونم در دانشگاه دولتی باختر با نام ناصر خسرو تحصیل میکنید در کدام شعبه کدام فاکولته فاکولته پداگوژیک و ورزش ببینیم که از درس برگشتید جریان درس امروز چگونه بود خیلی درسای خوب و شاق‌ها گذشت کدام فنها را شما خواندید فنهای پداگوژیک ورزش والیبال زبان انگلیسی و غیره کدام نقطه های مهمی بود از درس های امروز خوانده تا که در یاد شما نقش بست تا هنوز در یاد شما هست بیاد خوب گذشته چه چیزای مهمی برای شما امروز استادان گفتن که برای شما در کاری بود و اونا با خود برداشت کردید مشق‌هایی بود که ما با اونها با خیلی تئوری خوب گذشتیم و از کدام فن فنی پداگوژیک امروز یعنی که اون چیزایی که بیشتر در یاد شما مون و برای برداشت خوب هم داشتید از فن پداگوژیک بود چی بود اون درباره تاریخ همین شهر باختر سابق قرغان تپه چی میدونید ای شهر نیست شما قلعه بیبی خانم معروف با قرغان تپه قرغان شنیدگی ندیدید باره در مرکز شهر جایگیر است تپه بیبی خانم شنیدگی درباره این تپه چی میدونید بسیار جای موضع تاریخی است قلعه بسیار تاریخی است هیچی هدف ما از تهیه برنامه سنجش دانش‌های دانشجویان بود و ما خواستیم معاین کنیم که دانش اندوزی آنها امروزها در جریان درس‌ها هدفمندانه است یا نه. قضاوت از شما زیورشاه غازیف بودم تا دیدار دیگر خیر.